ما امروز دوستا به چهارراه سوپر کولا آمدیم و اینجا یک نمایشگاه کتاب برگزار شد. میشه کمی در مورد این نمایشگاه کتاب امروز بر دوستان معلومات بدی که نمایشگاه چگونه برگزار شد، توسط کی برگزار شده و هدفش چی است از این نمایشگاه؟ خب این نمایشگاه از روز اول سال نو آغاز سال جدید برگزار شد و این نمایشگاه را مطبع بیهقی برگزار کرده و این نمایشگاه به خاطر افتتاح کتابخانه بیهقی است که کتابخانه بیهقی بعد از مدت 4 سال بیشتر مایر قفل بود، باز دوباره ایده افتتاح کردیم و ما با تقریبا 8 نوع قرآن کریم اینجا چاپ کردیم آوردیم به سایزهای مختلف، رنگهای مختلف. بسیار عالی. بسیار خوب. همیشه با کتاب باشین و از لحظاتی که بیکار هستن که در صفحات اجتماعی ناقی طرف و طرف مصروف خدا نگاه میکنید، او را با کتاب خدا مصروف نگاه کنید. به نام خالق یکتا و تمانا هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشید. به یک دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. ما امروز دوستا به چهارراه سوپر کولا آمدیم و اینجا یک نمایشگاه کتاب برگزار شده. خواستیم بیاییم از این نمایشگاه هم دیدن بکنیم، میره بر شما تصویر بشاریم و همچنان نظریات شهروندای ما را هم در مورد از این نمایشگاه بشنویم. ما را تا برنامه همراهی کنید دوستان. سلام، خوب هستین؟ سلام محترم، شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت. اول نام مقبول تا دوستان بگید. اسم من احمد ضیا سدیس، یک تن از کتاب فروشان. بسیار خوب احمد ضیا جان. میشه کمی در مورد این نمایشگاه کتاب امروز بر دوستان معلومات بدی که نمایشگاه چگونه برگزار شد، توسط کی برگزار شده و هدفش چی است از این نمایشگاه؟ خب این نمایشگاه از روز اول سال نو آغاز سال جدید برگزار شد و این نمایشگاه را مطبع بیهقی برگزار کرده و همینجا دوستای ما از سر پل باغمومی مثلا جوی شیر کتاب فروش آمدن و مصروف کتاب فروشی هستند و بسیار یک برنامه دلچسبه، چون جوانا میتونن از طریق از همین کتاب فروشی کتابای مورد علاقه نظر خودم به دست بیارن. کتابایی که شما اینجا آوردید تمامش چاپ نو هست، یعنی امسال چاپ شدن آوردین نمایش ماندین یا کتابای سابقه هم هستن؟ بله، هم کتابای نو آوردیم چون چاپ خودم هست. این کتابای مثلا آکان منگوش که مطبع خودم هست، محمد تمیم فدایی چاپ کرده، یک نویسنده ترکیست و بسیار کتابایش رشد هم کرده، بسیار پیشرفت زیاد داره. دیگه هر رقم کتاب داریم، رمان، قصه، داستانی، طبی، هر رقم کتاب داریم. کدام شواز بیشتر مردم در این روز خوش کردن از پیشتان خریداری کردن؟ خب متفاوت بود، بعض کسا بود دوستا که آمدن طبی گرفتن چون نیاز به طبابت هم است، بعض ها آمدن رمان گرفتن، هر کس کتابای دینی هم فروشات داشتیم. دیگه در کل خوب بود بازار. بخیر و سلامت باشی. پیام حرف گفتنی اگر داشته باشی یک پیام کوتاه دارم با جوانای عزیز که از تلفن، از دنیای مجازی یک کم خود دوری کنن و بیاین کتاب استفاده کنن، چون ما نیاز به یک جامعه روشن فکر داریم. و سلام. بخیر سلامت باشین. وقت خوب خوش براتون. سلام، خوب هستین؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ بخیر سلامت باشین. قاری صاحب عزیز، اول میشه نام مبارک دارم بگین. اسم من هلال الرحمن از ولایت بدخشان. بسیار خوب هلال الرحمن جان. از ولایت بدخشان اینجا آمدین یا زندگی میکنید؟ نه، همینجا من من حیث استاد هستم در. بسیار خوب، بسیار خوب. امروز دیگه آمدین که از نمایشگاه دیدن بکنین. دیروز آمدم، متاسفانه باران بود. با وجود از اینکه باران بود باز هم از باران استفاده کردیم، زیر از این سقف از این استادیم یک چند لحظه و بعد از این باز یک کتاب با خود بردیم و دوباره آمدم از خاطری که زیاد علاقه دارم به اینمیتون نمایشگاه ها و اینمی رقم
کتاب ها آها. دوباره تشریف آوردیم گفتیم ببینیم یکم کتاب اگر معقول شود بگیریم بخیر. بسیار عالی بسیار عالی. میشه نظرتان را در مورد این نمایشگاه بشنویم؟ تا حالا که آمدین دیدار کردین چگونه بود این نمایشگاه میدان سر؟ نمایشگاه خب ماشاءالله بسیار منظم بسیار خوبش و مدت 3 روز میشه و این آخرین روزش است و نظر ما در رابطه با چنین نمایشگاهی است که این باید توصیه داده شود. هر ما باید در هر جایی که ازدحام مردم است در این تو چوکه ها سرای شمالی ایجا کوتاه سنگی تا یک تشویق شود برای مطالعه برای خرید و فروش کتاب ها و در خصوصا مدت قبل 1-2 ماه پیش کتاب فروشا شکایت داشتن که کتابای ما به فروش نمیرسد تا بسیار مکتبه ها کتابخانه های خود بند کردن و این تشویق و ترغیب است به خاطر از اونها که اینا در آینده بتونن که دوباره سری از اینمی که چاپ کتاب و فروش و خرید کتاب که سرمایه‌گذاری بکنن و این یک انگیزه هست برای جوانان خصوصا بسیار مردم است که مکتبه و چیزا بلد نیستن از اینجا باز آدرس ها برشون داده میشه و باز میرون از امو استفاده میکنن. بسیار خوب. خودت ماشاءالله کتاب خریداری کردی امروز؟ بله من خود تازه آمدم و اوجه یک سواریگاه کم استاد دارم استاد کردگی است ما تو پریشان رقصم کسی او را چی نکنه دیگه ما هر وقتی که میایم از یک کتابخانه تیر میشم حداقل یک کتاب 2 کتاب تحفه برای اولادا و برای جوانا میگیرم. بسیار عالی بسیار. بیشتر کدام کتابا را باز مطالعه میکنی یا خریداری میکنین که اولادا مطالعه بکنن؟ ما مطابقی امو سن سالی اولادا دیگه اگر یک متعلقین باشه دوستا باشه برای اطفال جدا کتاب است مثلا یک کتاب ما تازه گرفتم آداب و اخلاق اسلامی برای کودکان و نوجواناست و این که ایرام که است قاعده نورانی را تازه چاپ شده چون چاپش بسیار فارسی واضح هست و اولین چاپ است که ما در سطح افغانستان میبینم به این شکل ما در همین 10 سالی رقم چاپ ندیدم چون تاسیس شده است و این سرش سرمایه‌گذاری شده سابق کسی کاپی ورداری میشد از چاپ های اردو و پاکستان و این خیلی افغانستانی را چاپ کردم من نمونه گرفته گستم این افغانستان چاپ کرده اینجا امارات اسلامی هم تاپ زده امارات اسلامی هم نوشته کرده تقریبا این اولین چاپ قاعده نورانی است به سطح افغانستان دیگر و دیگر هر قدر چاپایی را که میبینه کاپی ورداری از امو ایسای پاکستان هستند اینا دیگه اولین کتابی است که خود افغانستان اینا را ویرایش کرده چاپ کرده و بسیار یک ابتکار خوب است ما از خاطر از اینکه نمونه شب میبریم با اقراها و مدارس بعد از روی از آدرس هم گرفتیم ان شاء الله باز خریداری میشه. بسیار خوب تشکر سلامت باشین. پیام حرف گفتنی اگر داشته باشین؟ پیام ما برای تمام مردم خصوصا برای جوانا برای اهل سواد برای اهل قلم همی است که از چنین که است که یعنی نمایشگاه استفاده بکنن و جوانا خصوصا بیان از اینجا کتاب‌های معقول خصوصا برای جوانا که بسیار کتاب‌های خوب ما اینجا می‌بینم دیده میشه و بخرن و یک 50 روپیه 100 روپیه که اینا سرمایه‌گذاری میکنن در حقیقت اینا سرمایه‌گذاری برای تحصیل خود برای علم خود میکنن و علم تنها به خواندن نیست علم به مطالعه است خواندن یک راهنماست یک مثلا راهنمایی است که آدم باید مطالعه بکنه کتاب‌ها را با خود داشته باشه هر ماه یک کتاب کم از کم مطالعه بکنه و این پیام ما برای اهل قلم خصوصا برای نسل جوان است که از چنین که از نمایشگاه استفاده درست و معقول بکنن. بخیر سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. خوش برتون بخیر. تشکر. سلام خوب هستین؟ سلام علیکم برادر شما خوب هستین؟ تشکر سلامت. اول میشه نام مقبولتان برام بگین دوستان. اسم قاسم کمالزاده مدیر عمومی فروشات ریاست بیهقی و مسئول نمایشگاه ریاست بیهقی. بسیار خوب بسیار خوب. پس شما مسئول همین نمایشگاه هستین؟ بله. بسیار خوب. میشه بر دوستان یک کم معلومات بدین در مورد این نمایشگاه؟ این نمایشگاه به خاطر افتتاح کتابخانه بیهقی است که کتابخانه بیهقی بعد از مدت 4 سال بیشتر مایر قفل بود باز دوباره ایده افتتاح کردیم. بسیار خوب. یعنی بعد از 4 سال دوباره دانستین که فعال بسازین در دسترس هموطنان عزیز ما قرار بدین. بله به خاطر دیگه خاص به خاطر ماه مبارک رمضان هم یک نمایشگاه به خاطر نمایشگاه کتابای دینی فرنگی تاریخی و به خاطر می فرارسیدن ماه مبارک رمضان این نمایشگاه رو گرفتیم. این کتابایی که اینجا آورده شده است از مطبعه‌های مختلف هست یا تمامش مطبعه بیهقی چاپ کرده و اینجا دسترس مردم قرار داده؟ بله این کتابایی که شما میبینین این تمام از مسئولیت خود ریاست بیهقی است. هم یک دونه کتاب به اجازه فرمایید. بسیار خوب. بنج ده یک کتاب دست برادر بود. این قرآن کریم 3 روز نمیشه از چاپ ازی که با بسیار کتاب مقبول با دیزاین بسیار خوبش با
کاغذ خوبش ما دمی افغانستان در مطبع احمد چاپ کردیم که این یکی از دستاوردهای ریاست بیهقی می باشه. بسیار عالی. یک کم صفحه‌اش باز بکنین دوستا هم ببینن صفحه‌اش. واقعا با خط بسیار مقبول و ظریف با افرنگ است. این کتاب نو چاپ کردیم و همچنان تفسیر قاعده نورین هم چاپ کردیم و یک تعداد کتابی به خاطر امی آمدن ماه مبارک رمضان. یعنی یا تمامشان دستاوردهای کتابای بیهقی است یا در چند سال اخیر دستاورد را داشتن یا 4 سال که متوقف بود وقت هم فعالیت می‌کردن تو این چیزا. تقریبا ما فعالیت داشتیم. فعالیت ما صرف کتابخانه ما محکم بود دیگه، قفل بود، فعالیت نداشت. بسیار خوب است این از کتابخانه یاد کردین. یک روز باز بیایم اون کتابخانه رو امروز صحبت بکنیم و به تصویر بکشونیم بر دوستا. پیشتر که می قاعده نورانی رو دیدم اونجا هستن. امورا بتای. بسیار خوب. بسیار خوب. اینا تمامشان دیگه دستاوردهای ابی مطبع بیهقی هست. یا اینمی تمام دستاورد ریاست بیهقی است که رئیس ما با بسیار سعی تلاش زیاد داره. تلاش زیاد داره. این کتابات در حدود تقریبا یک هفته نمیشه که چندین عنوان کتاب چاپ کردیم. بسیار عالی. ما از طرف دوستا سپاسگزاری میکنیم از شما و همچنان از دستاوردهایتان. ان شاء الله یک روز باز کتابخانه هم بهشتان میاییم و کتابخانه را به تصویر میکشونیم بر دوستا و بیشتر هم در مورد از اینو صحبت خود کردیم. تشکر بیاین. بخیر سلامت باشین شما. زنده باشین. سلامت باشین. سلام، خوب هستین؟ تشکر. شما خوب هستین؟ تشکر. سلامت باشین. اول میشه نام معقول تان برام. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد فرهین هستم، نماینده مطبع احمد و اینجا در نمایشگاه اشتراک کردیم. بسیار خوب، بسیار خوب. مسئول مطبع احمد یعنی نمایندهش، یعنی این چیزایی که اینجا هست تمامشان از دستاوردهای مطبع احمد است که اونا چاپ کردن. بله. خب در قدم اول ما چاپ قرآن کریم داریم که در سطح افغانستان دیگه کدام مطبع تا این کار کرده نتونستن و ما با تقریبا 8 نوع قرآن کریم اینجا چاپ کردیم آوردیم به سایزهای مختلف، رنگ‌های مختلف. بسیار عالی. بسیار خوب. خب میشه کمی در مورد این نمایشگاه بر دوستا بگویید چقدر وقت از برگزار شده است و هدف اصلی از این نمایشگاه چی بوده است که برگزار بله. این نمایشگاه تقریبا امروز روز سومش است که از اول عمل شروع شده و هدف اصلیش هم همین نمایشگاه قرآنی بود و نمایش قرآن کریم بود، چون انتشارات بیهقی هم و با همکاری اطلاعات فرهنگ یک قرآن کریم چاپ کردن در مطبع احمد و همچنین قرآن کریم های خود ما در اصل موضوع همه قرآن کریم بوده. خب بسیار خوب. شما با تنها این کتابای دینی و قرآن کریم اینا را باز چاپ میکنین یا کتابای دیگه هم دستاورد دارین در این؟ نه خیر، مطبع احمد تمام کتاب‌ها را قرآن کریم، کتاب مکتب از صنف اول الی 12، کتاب‌های کانکور، قرآن کریم، کتاب‌های داستان، ناول، هر رقم کتاب دینی، هر کتابی که باشه ما چاپ می‌کنیم. بسیار خوب. یعنی هر نوع کتابی که داشته باشیم میتونیم از این آدرس به دست بیاریم. بله 100%. بخیر و سلامت باشین. تشکر از شما. بخیر. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. شما خوب هستین؟ تشکر. سلامت. اول اسم مقبول تا برام بگو. عباس هستم. عباس جان، اینجا مسئول از این کتابا هست یا میخوای کتاب خریداری بکنی؟ نه، همینجا نگذاشتم که دیدم نمایشگاه کتاب است، خواستم یک کتاب بگیریم. خب بسیار خوب. میشه خیلی کوتاه اول نظرت در مورد این نمایشگاه بگی بر دوستا؟ نظر چی از در مورد همچون نمایشگاه ها؟ والا نظر ما از نظر ما خیلی یک کار خیلی عالی شده است، به خاطر که مردم زیادتر بیکار هستند، مردم مشکلات زیاد دارند و میتونن که وقت خدا که وقتهای بیکاری هست به کتاب مراجعه کنن و یک چند دقیقه با کتاب صحبت کنن یا قصه کنن. بسیار خوب، بسیار خوب. کدام کتابا را خودت بیشتر دوست داری و مطالعه میکنی؟ من زیادتر چون علاقه‌مند بخش روانشناسی هستم، زیادتر کتابای بخش روانشناسی و کتابایی که بر روان تاثیرات مثبت داشته باشه زیاد مطالعه میکنم. حالا کتاب آرام باشه خاصی که مطالعه بکنی و انتخاب کردی. چرا خودت آرام نیستی در زندگی؟ شخصیت آرام داری یا شو؟ در زندگی شخصیت خیلی آرام دارم. بخوای هم آرامتر شی به خاطر کتاب آرام خود که علاقه‌ام هست، میخوام عمد یارب بخوانم و یک چیزی از جا بیاموزم و بعضی کسایی که شاید بخوان از من مشوره بگیرن به اساس زیادتر
کسا بوده باز من میتونم از چیزایی که استفاده کنم از این کتاب با مشوره بدم که این گونه خود آرام نگه بدارین و از حرفای بیهوده و درکای منفی چقدر حالا یعنی در کنار از اینکه خودتون را مطالعه میکنین برداشت میکنین میخواین که چیزایی که در این کتاب برداشت کردید را با دوستایتان شریک بله بله و دیگر انتقال پیدا بکنه کسایی که اگر درخواست میکنن پرسان میکنن در مورد هر چیز برشون معلومات بدن. بخیر سلامت باشین. حالا من از خود یک درخواست میکنم بر دوستایی که علاقمند هستن در بخش روانشناسی مثلا مطالعه بکنن یک چند تا کتاب مقبول برشان میگی که بخرن و مطالعه بکنن. خب اول کتاب خدا با ماست در هر لحظه خدا با ماست هم خوب ترین کتاب است و آرام بخشم آرام باش این هم خوب کتاب است و 100 صفت انسان موفق که از دکتر سیب جمشید رساس یا انسان خیلی از مفکورهای منفی را دور کرده و راه مثبت را انتخاب میکنن. بخیر سلامت باشید. در آخر اگر پیام حرفی گفتنی داشته باشی بر دوستا. تشکر سلامت باشین. با تمام دوستا پیامی است که همیشه با کتاب باشین و از لحظاتی که بیکار هستن که در صفحات اجتماعی ناقی طرف و طرف مصروف خود نگاه میکنید او را با کتاب خدا مصروف نگاه کنید چون کتاب یک دوستی صادق و راستگو و همیشگی میباشه. بخیر سلامت باشین. وقت خوب خوش براتون. تشکر سلامت. بینندگان عزیز هدف میدیا این بود برنامه امروز ما که از نمایشگاه کتاب براتون تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و مسئولین نمایشگاه این رقم نمایشگاه دیگر را هم برگزار بکنند تا جوانانی که کتاب دوست هستند بیاین بیشتر مراجعه بکنن با کتاب آشنا شوند و کتاب خریداری بکنن. اگر از این برنامه هم شما را خوشتان آمده میشه که نظریات زیبایتان را پای کامنت بر ما بنویسید. چنل یوتیوب ما را هم سابسکرایب کنین، گزینه زنگوله را هم فشار بدین و همچنان نظریات زیبا و مقبولتان را هم با ما شریک بسازید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار.